کسانی که دچار کمبود پلاکت خایی هستند این ویدیو برایشان توصیه نمی شود. ایران ایران قلمرو اتم خایگان. اجل در این سرزمین با کمبود آنتن مواجه است. شخصی که در تصویر میبینید خیار سخنگونی است، بلکه تنها کسی است که برای بوزه کوهی آبرو نذاشته است. او طوری روی صخره ها لش کرده است که گویا روی مبل در خانه لم داده است. از زمانی که او وارد دنیای مجازی شده است، مردم گرفتاری های خود را رها کرده و فقط نگران حال او هستند. عده‌ای معتقدند او در طول عمر خود زمین صاف به چشم ندیده است یا اینکه به زمین صاف فوبیا دارد. قانون فیزیک و جاذبه برای او یک شوخی است و این را میتوان کاملا حس کرد. اندازه آن چیزی که در لایه پای او قرار دارد فراتر از آن است که در مغز من و شما میگذرد. مصر نز